همایش جمهوری علمی عملی تحت عنوان زبان مادری شناسنامه ملت با ابتکار کافدرای نظریه و عملیه زبانشناسی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی برگزار شده عالمان و متخصصان ساحه را به هم آورد. در چرابینی نمایندگان یک قطار مؤسسه‌های علمی کشور از جمله کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، انستیتوت زبان و ادبیات به نام ابو عبدالله رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، دانشگاه ملی، دانشگاه طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا و آموزگاران و دانشجویان دانشگاه آموزگاری اشتراک و سخنرانی نمودند. در قسمت افتتاحی همایش بیان شد که آموزش زبان مادری در سیستم‌های تعلیمی نقش کلیدی می‌بازد، زیرا آن به درک بهتر، افزایش جلب و تفکر انتقادی در بین خوانندگان مساعدت می‌نماید. تحصیل بسیار زبانی مخصوصاً به زبان‌های اقلیت و ملت‌های محلی نه تنها به دانشجویان کمک می‌رساند، بلکه اینچنین به رابطه عمیق‌تر بین معارف و فرهنگ مساعدت می‌نماید. گفته شد که در جمهوری تاجیکستان زبان دولتی یکی از مهمترین ارکان دولت ملی محسوب شده در برابر نشان، پرچم و سرود ملی به جمله مقدسات ملی داخل می شود. در تاجیکستان زبان دولتی زبان مادری اکثریت بوده. برنامه رشد زبان دولتی برای سالهای 2020-2030 که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان قبول شده است، پیشرفت باثبات این زبان را همچون زبانی دارای مقام دولتی تا سال 2030 تامین می نماید. در همایش از جانب اشتراکچیان در موضوعهای نادرترین گنجینه معنویات ملی، جایگاه زبان مادری در روند جهانی شوی، مقام و حفظ زبان مادری و ویژگی‌های کلمه‌سازی پسوند ناک در نثر بدیعی صدرالدین عینی معروضه‌ها پیشنهاد شد. کاری همایش در بخش دوم ادامه یافته، در آن نزدیک 30 معروضه دیگر ارائه شد.